سرخط خبرها. امامعلی رحمان فرمان دعوت حربی تیرماهی را امضا کرد. مقامات روسیه 5 گمانبری نوی کروکس را آشکار کرد. میگویند 3 نفر آنها زاده تاجیکستانند. هلاکت شبهناک یک جوان 30 ساله در اشت. مقامات میگویند خودکشی کرد. مادرش میگوید میخواهم صدایم به گوش پرزیدنت رسد. تاجیکستان با قزاقستان مسئله انتقال برق را از نیروگاه راغون توسط ازبکستان بررسی کردند و از این پس آنهایی که به نزد فالبین و جادوگران میروند به مقامات دعوت میشوند و عکسهایشان در مخزن وزارت کارهای داخلی گذاشته میشود. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی ارتجی مهمترین خبر و رویدادهای هفته اخیر تاجیکستان را منظور شما میگردانیم. ایدیبکی سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی میکنم. 27 آگوست فرمان دعوت حربی تیرماهی از جانب پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان امضا شد. طبق آن از 1 اکتبر تا 30 نوامبر جوانان سال تولدشان 1997 2006 به خدمت حربی جلب می‌شوند. در ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2024 شهروندان مرد که تا روز دعوت به سن 18 رسیدند، اینچنین شهروندان کلانتر که حقوق به تأخیر انداختند یا آزاد شدن از دعوت به خدمت حربی را ندارند به خدمت حربی دعوت کرده شوند. گفته می‌شود در فرمان همین طریق خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اکتبر نوامبر از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت داده می‌شوند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می‌کنند. این است که مسئله ده‌ها حالت بازار یا ابله و بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می‌شود. مقامات همیشه به نبودن ابله و تاکید کرده می‌گویند جوانان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسیت حربی حاضر نشوند مقامات میلیتسیا حق دارد آنها را زوراً حاضر کند. سود ناحیه بسمانی مسکو مهلت حبس پیشکی 5 گمانبر دیگری حادثه کروکس را دراز کرد. در این باره دفتر مطبوعات سود مسکو خبر می‌دهد نامناسب و عکس‌های این گمانبران بار اول رسانه‌ای می‌شود. سود از گمانبران شهرامجان گدایف، زبیدالله اسماعیلوف، مستقیم سالیف، امیدجان سالیف و حسین حمیدوف نام برد. تاس گفته است که از 5 نفر 3 نفرشان زاده تاجیکستانند ولی از آنها نام نبرده است. سود مهلت حبس پیشکی آنها را تا 3 ماه تا 1 دکتر سال 2024 دراز کرد. به نوشته این رسانه آنها ماهی مرد در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. آنها متهم می‌شوند که به حملگران به تالار کروکوس یراق دادند. داوم 2 هفته اخیر علاقه حبس پیشکی 17 نفر گمانبران حادثه کروکوس دراز کرده شد. حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوسیت خالی مسکو 22 مارس سال 2024 صورت گرفت که در نتیجه آن 144 نفر به هلاکت رسیده بیش از 500 نفر جراحت برداشتند. در ناحیه اشت یک جوان 30 ساله پس از 2 روز بازداشت به طور مرموز فوتیده است. خبر می‌دهد رادیو آزادی. جوان که 8 آگوست با جرم اوباشی دستگیر شده است 10 آگوست جسد او را آوردند. مقامات کارهای داخلی ناحیه به والدان او گفتند او خودکشی کرده است. از جوان دمیر عابیدوف نام برده می‌شود. مادر این جوان مدینه سعید و در صحبت با این رسانه گفته است که می‌خواهد حادثه مشکوکانه تحقیق شود. کارمندان میلیسیا به سعید و گفتند که پسرش از کورپچه بازداشتگاه میلیسیا رسما ساخته با آن خود را آویخته است. مدینه سعید برای تحقیق مرگ فرزندش به پروکراتور ولایت سوخت مراجعت کرده است. پروکراتور ولایت سوخت گفته است حادثه باید همه‌جانبه، پررا و خالصانه تحقیق شود. مادرش میگوید حتی اگر خودکشی هم کرده باشد باید نفرانی که او را به این حال آوردند جزا گیرند. دمیر عابیدوف صاحب 3 فرزند بوده است. تاجیکستان و قزاقستان مسئله صادرات برق را از نیروگاه راغون به این کشور توسط ازبکستان بررسی کردند. در این باره وزارت انرژتیک قزاقستان خبر می‌دهد. دفتر مطبوعات این نهاد 28 آگوست با نشر یک خبر گفت بررسی همکاری‌های دو کشور در سمت الکتروانرژتیک در ملاقات وزیر انرژتیک قزاقستان المصدم صدقلیف با معاون سروزیر تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده و معاون وزیر انرژتیک و ذخیره آب تاجیکستان منوچهر سفرزاده بررسی شد. گفته شد که سال 2023 تاجیکستان و قزاقستان یادداشت تفاهم درباره انتقال برق از نیروگاه راغون در دوره از سال 2023
2023 تا سال 2032 امضا کردند. در هفته واخری موافقه شده است که تا 15 اکتبر سال 2024 امکانیت امضای سازشنامه‌ها با تشکیلات‌های منفعت‌دار برای تنظیم انتقال غیر نقشه‌ای نیروی برق میان نظام‌های انرژتیکی آسیای مرکزی بررسی شود. اقتدار نیروگاه راغون در صورت پورا به استفاده دادن 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. تا امروز از 6 اگریگات 2 عدد آن به استفاده داده شده است. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که چرخه سوم آن را سال 2025 به استفاده دهند. مقامات از این پس نفرانی را که به نزد فالبین و جادوگران میروند دعوت کرده مواد ترتیب میدهند و با عکس‌هایشان در مخزن وزارت کارهای داخلی میگذارند. وزارت کارهای داخلی کشور خبر میدهد که این تصمیم با مقصد پیشگیری قانون‌شکنی‌ها در سمت فالبینی و جادوگری است. تنها در یک ماه آخر زیاده از 150 نفر چنین اشخاص به قید وزارت کارهای داخلی وارد گشته نسبت آنها چاره‌های قانونی اندیشیده شده است. آمده است در اظهارات نهاد. این در حالی است که در تاجیکستان جزا برای جادوگری و فالبینی سخت‌تر گشته. تنها تا ماه آگوست سال 2024 141 نفر در شهر دوشنبه با گمان جادوگری و فالبینی دستگیر شدند. طبق تغییراتی که به کدکس جنایتی وارد شده است برای سحر و جادو جزا در نمود جریمه در حجم کلان یا تا 2 سال زندان پیش بینی می‌کند. همزمان موافق ماده 240 علاوه 1 کدکس جنایتی از این پس تکرارا به سحر و جادو مشغول شدن جنایت حسابیده می‌شود. موافق تغییرات وارد شده به کدکس جنایتی برای مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی اگر چنین کردار در دوام سال بعد تطبیق جزای معمولی صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 1500 تا 2000 نشاندهنده برای حساب‌ها، یعنی از 108000 سامانی تا 144000 سامانی موافق نشاندهنده برای حساب‌ها در سال 2024 یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال جزا داده می‌شود. قبلا برای جادوگری و فالبینی تنها جزای معمولی پیشنهاد شده بود و جریمه در حجم از 40 تا 50 نشاندهنده برای حساب‌ها ستانیده می‌شد. بیننده عزیز، این برنامه 97 روز بود. مهمترین خبر و رویدادهای تاجیکستان را با صرف کمی وقت از سامانه ما یا ارتجاعی و صفحه‌های آن در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک و کانتکت پیگیری نمایید، خوانید و تماشا نمایید.